با همگی سلام علیکم دوستان عزیز. در این ویدیو خواستم که درباره ویزای ترکیه و شما معلومات پورا دیم، یعنی که برای گرفتن ویزا چقدر مبلغ لازم است، کدام حجت‌ها لازم هستند و ویزا در مدت چند روز تیار می شود. دوستان عزیز، پیش از آن که به اصل موضوع گذارم با همه شما یک خبر رو رساندنی هستم. شخصان که خواهش آموختن زبان ترکی رو دارید، ما برای شما یک کتابی رو تهیه کردیم که نام دارد زبان ترکی به معلم. این کتاب در شکل خیلی عادی و ساده فهم نوشته شده است که برای آموزش زبان ترکی و هر یک سن و سال خیلی موافق است. در کتاب از یگان خیلی کلمه‌های دشوارفهم علمی استفاده نشده است، یعنی که هر یک قاعده گراماتیک زبان ترکی در شکل خیلی ساده فهمانده شده است. اینچون در برابر هر قاعده گراماتیک ترکی، یعنی که در برابر هر یک موضوع لغت‌های گوناگون پیشنهاد شده است که این به شما امکانیت می‌دهد که فضای لغوی خود را وسیع کنید. خلاص این کتاب بهترین مواد برای آموزش زبان ترکی در شکل خودآموزی است. کتاب این حال در شکل الکترونی است. شخصانی که خواهش خرید نمودن این کتاب را دارید با واتساپ یا با اینستاگرام ما مراجعه کنید. دوستان عزیز، با اصل موضوع میگذاریم. برای گرفتن ویزای ترکیه اولش فهمونم که ویزای ترکیه این حال برای گرفتن ویزای توریستی خیلی مساعد است، یعنی که اجازه دادن ویزای کاری را گرفتن خیلی دشوار شده است. ویزای توریستی یعنی که به شما 2 یا 3 ماه مهلت میدن واسه از زمان پاسپورت است. وقتی که شما با پاسپورت میروید، در پاسپورت به شما میفهماند که کدام حجت‌ها لازم است و باید و شما چطور حجت‌ها را پیشنهاد کنید. پاسپورت به شما توصیه میدهد که با ویزاوی سنتر رفته، یعنی که با شرکتایی که ویزا تور میکنن با همون شرکت‌ها مراجعه کنید. آنها به شما در تهیه نمودن حجت‌ها و تهیه نمودن انکتا برای پرداخت به ویزا کمک میرسونند. دوستان از وقتی که شما با ویزاوی سنتر میروید، از شما چون حجت رو طلب میکنند. اولش اینکه زگرم پاسپورت باید داشته باشید و اون رو در شکل الکترونی میکنید. بعدش دو دونه صورت بیومتری که 5x6 است رزمرهایشان. بعد با شما لازم میشود که از سبب آنکه ویزای توریستی است، با شما لازم میشود که برام گاستینس، برام بلیت و اینچون بانک اسکشات نیز با شما لازم است. بعد باشد با شما справка студентност ҳатмӣ аст, онро тайёр карда мемонед. дӯстони азиз, дар визаои сентрам ба шумо мефаҳмонанд чунин ҳуҷҷатҳо лозим аст гуфта. ман ба шумо гуфта истодам, шояд ки касе ки хоҳишманди гирифтани виза ҳастанд пешакӣ ин ҳуҷҷатҳоро тайёр карда монед. яъне ки загранпаспорт, 2 дона сурати биометрӣ, справкаи бронировани отел, бронировани билет, банковский счёт ва справкаи студентности. دوستان عزیز، درباره نرخشان اگر که گوییم، نرخ ویزا یعنی که نرخی که پاسپورت معین کرده است $60 است. $60 اینجورین خدمترسانی که هر گونه شرکت های ویزا با شما پیشنهاد میکنند وابسته از همون شرکت نرخش فرق میکنه. شاید که $40 بیان، شاید که $50 بیان. در اون گوییم اگر ماکسیموم $100 برای گرفتن ویزا با شما لازم می شود. اینچونی غیر از $100 دیگر مصرف هایی است، مثلا الکترون کردن زگرم پاسپورت یا اینکه گرفتن صورت بیومتری و باز گرفتن سپراکن استودیوم و دیگر سپرافکه ها. این وابسته از منزل شما، موقع شما فرق میکنند. نرخش درباره نرخ‌های آنها نمیگوییم. درباره تیارشویش در چند روز تیار می شود. وقتی که شما انکتای خود رو حجت‌های خود رو تیار میکنید، انکت کرده ویزاوی سنتر با پاسپورت پداچ میکنند که این 3 هفته رو در بر میگیرد. بعد 3 هفته نوبت شما میآید و باز میتوانید این فرق نشود که 4 هفته شود. بعد اینکه نوبت شما آمد، شما داکومنت‌هایتان رو پیشنهاد میکنند ویزاوی سنتر، پاسپورت شما رو فایل میکند. بعد از پاسپورت شما حالا نوبت شما آمده است، برای تیار شدن ویزا با شما مدت میدهد، یعنی که شاید که در مدت 10 روز، شاید که در مدت 2 هفته ویزای شما تیار شود. اگر که گیریم همین در مدت 1.5 ماه ماکسیموم 2 ماه ویزای شما تیار می شود. خب دوستان عزیز، درباره حجت‌ها، درباره نرخ ویزا، درباره مدت تیار شوی ویزا با شما فهمیدم. امیدوارم که با شما معلومات‌های فایده آور داده باشم. تا ویدیوهای بعد، پرماتون با خدا.